جدی برای بسیاری تبدیل شد. برای روشن شدن وضعیت این افراد، صدای آمریکا به صورت اختصاصی با دولت کانادا مکاتبه کرد. بهرنگ رهبری، خبرنگار ما در کانادا، گزارشی در این مورد تهیه کرده که به جزئیات پاسخ دولت کانادا به پرسش صدای آمریکا می‌پردازه. با هم ببینیم. قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی یکی از مهمترین خواسته‌های ایرانیان ساکن کانادا بود. خواسته‌ای که ایرانیان همواره به روی آن تاکید می‌کردند و نخست وزیر کانادا این خواسته را برای سالها نادیده می‌گرفت تا اینکه در 19 جون 2024 خبری منتشر شد که ایرانیان را شوکه کرد. در 19 جون 2024 در این ساختمان و دفتر نخست وزیر کانادا کلیت سپاه پاسداران بعد از سالها به لیست گروه‌های تروریستی کانادا اضافه شد. پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، محافل نزدیک به جمهوری اسلامی این شایعه را ایجاد کردند که سربازان وظیفه قربانیان این قانون هستند. به همین دلیل ما با وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا مکاتبه کردیم. دولت کانادا به بخش فارسی صدای آمریکا گفت سربازی اجباری در سپاه پاسداران مانع ورود به کانادا نمی شود. یک سخنگوی وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در مکاتبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت هدف از افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی شناسایی کسانی است که در تروریسم یا اقدامات خشونت‌آمیز مشارکت یا نقش اساسی داشتند. اما هستند کسانی که به شیوه اجرایی شدن این قانون انتقاد دارند. اما سخنگوی وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در مکاتبه با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که درخواست‌ها به صورت موردی بررسی می‌شوند و پذیرش آنها بر اساس برخی ملاحظات ارزیابی می‌شود، از جمله اینکه آیا شخص متقاضی به صورت داوطلبانه در این نیرو خدمت کرده یا اینکه سربازی اجباری انجام داده. بر اساس اون پروتکلی که اداره مهاجرت اعلام کرده و ما هممون ازش مطلع هستیم، صرفاً افراد به دلیل اینکه سربازی رفتن در سپاه نمیتواند آفیسر بیاد بگه آقا چون سربازی رفتی پس این، به خاطر اینکه آفیسرها طبق پروتکلی که اداره مهاجرت منتشر کرده و احتمالاً یه نسخه‌ش هم به خود شما داده باشن، آفیسرها موظف هستن اگر کسی سربازی رفته اصطلاحاً دیو دیلیجنس یا بررسی های بیشتری بکنن. توصیه های سازمان خدمات مرزی کانادا، پلیس فدرال و سازمان اطلاعات امنیت کانادا در تصمیم وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در بررسی پرونده ها نقش بسزایی ایفا میکنه. قطعاً افرادی هستن از این میزان ایرانی که ما توی کانادا داریم، قطعاً افرادی هستن که در سابقه خودشون در سپاه خدمت کردن و احتمالاً هنوز هم اپلیکیشن هاشون در اینونتوری سپاه هست. در ماه‌های گذشته خب باعث افزایش زمان رسیدگی به این پرونده ها و اصطلاحاً بهش میگن بک‌گراند چک شده. این زمان طولانی و مطول‌تر شده، اما به این معنی که بخوایم تصور بکنیم هر کسی بی دلیل فقط به صرف اینکه در سپاه خدمت کرده و اونم خدمت سربازی اجباری کرده نمیتونه به لحاظ قانونی و از لحاظ قانونی حق فرد رو برای ورود به کانادا پایمال بکنه. اما کسانی که در بسیج فعالیت داشتند چه وضعیتی خواهند داشت؟ محافل نزدیک به جمهوری اسلامی در کانادا از یک طرف و برخی وکلای مهاجرت از سوی دیگر سعی می‌کنند از مشکلات متقاضیان ورود به کانادا منافع خود را دنبال کنند. مهم نیست که ایرانیان در کجای کره خاکی زندگی می‌کنند. جمهوری اسلامی همواره می‌تواند مشکلات بیشماری را برای آنها ایجاد کند. بهرنگ رهبری، تورنتوی کانادا.